ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 10. وخوش شطرگات یک هاتی 51 است. 22 بند دارد و هر بندی آن 3 سطری 14 هجایی است. و هشتو اشتوگات یک هاتی 53 را در بر گرفته 9 بند دارد و هر بندی آن 4 سطری بوده، 2 تای آنها کوتاه 12 هجایی و 2 تای دیگر بلند 19 هجایی است. از جهت قدیمت هاتهای 35 تا 41 یسنا که به نام هفتنهات یاد شده به امشاسپندان یاوران نزدیکترین اهورامزدا در اداره جهان بخشیده شده اند، مقام دوم را اشغال می کنند. با وجود آنکه تمام هاتهای یسنا گرامی داشته می شوند، در میان آنها بندهای وجود دارد که از جهت قیمت با گاتها و هفتهات برابرند. به خصوص باید درباره آن هاتهای یاد کرد که در آنها دعاهای معروفی دینی مزد یسنا ثبت گردیدند. مثلا دعاهای مشهوری یسا اخو ویریو، اشیم وحو و ینگها حاتام در هات 27 یسنا، تفسیر آنان بر هاتهای 19، 20، 21، متن سخنان پیروان دینی مزد یسنا در هات 12 از جمله آنها می باشد. مضمون یسنا چنین است: اهورامزدا خداوند یکه و یگانه است. هر چیزی که به انسان فیض و برکت می بخشد از او است. دیو و عفریت ها سزاوار ستایش نیستند. آنها به انسان فقط گمراهی و سیاه روزی می آورند. راستی، اندیشه نیک، صداقت، توانایی، رسایی، جاویدانگی که خاصیت‌های امشاسپندان می باشد، مظهری اهورامزد است. خداوند جهانی زیبا و عناصر مختلفی آن و چنین خصوصیت‌ها را که سرچشمه فیض و برکت و خوشروزی و خوشبختی انسان است، برای پیروان دینی مزدا یسنا پدید آورده است. مردم باید همه روزه برای از نوسازی و اصلاح زندگی خود کوشش نمایند. اندیشه نیک، گفتاری نیک و کرداری نیک سرآغازی درآمد به آن سرزمینی سعادت بار می باشند. اندیشه‌ای بد، گفتاری بد و کرداری بد آدمان را به سرزمینی مقابل آن، یعنی بدبختی، سیاه‌روزی و فلاکت راهنمایی می کند. دشمنی از همه خطرناک انسان دروغ و دروغگویی است. انسانی واقعی خود را همیشه از آن دور نگاه می دارد. جد و جهد، حرکت، کوشش، ابتکار و غیرت نه تنها انسان بلکه جهانی باطنی او را نیز دیگرگون می سازد. آبادانی زمین،
کشت و زراعت، نگهداری چارپایانی سودمند، جهانی مادی و معنوی پیروی دین را آباد می گرداند. مراسم اساسی و عمده دینی با خواندن یسنا آغاز می گردد. از این رو در اجرای اکثر آنان رسم و آداب و عنعنه معین بجا آورده می شود. مراسم دینی با سرودن هاتی یکم که در آن اهورامزدا، امشاسپندان، ایزیدان و فرشتگان موکل عیدهای دینی، موسم سال، ماه و شبانه روز برای قبول ستایش و نذرها خوانده شده اند شروع می گردد. در هات دویم ایزیدان هات اول با نذر آب زور، زوسره و برسم برسمه یاد می شوند. هاتهای 3-8 سروش درونه نامیده می شوند. درونه نانی کوچکی سفیدی گردی به خمیرمایه است که در جریان قرائت هات آن را به فرشته سروش بخشیده هنگام خواندن هات آخرین خورده می شود. هاتهای 9-11 همیشت نام داشته درباره تأثیر و فضیلت‌های گیاهی هوم می باشد. هات 12 متن اعتراف به دین مزد یسنا است. هنگام تلاوت آن نانی درونه و فشرده هوم خورده می شود. در هاتهای 13-18 پس از قرائت متن اعتراف دین سر فرود آورده ستایش، نیایش و استمداد طلب می کنند. هاتهای 19-21 بغانیشت نام داشته در آنها دعاهای معروف دینی مزد یسنا، یسا اهو و ایریو، اشیم وحو و ینگها حاتام تفسیر و معنیداد کرده شده است. تهیه و فشردن گیاهی هم از هات 22 آغاز گردیده تا هات 27 ادامه پیدا می کند. چون هاتهای 28 تا 53 منصوب به خودی پایه‌گذاری دین است، مراسم اساسی ستایش و نماز، احترام اهورامزدا و ایزیدان در همین بخش صورت می گیرد. هات 54 که دارای فقط 2 بند است به ایریمن، یکی از فرشتگان باستانی بخشیده شده، دعای معروف ایریمن اشیو تلاوت کرده می شود. در هات 55 گاتها، ترانه‌های زردوشت و 7 هات ترنم کرده شده است. هاتهای 56-57 به ستایش سروش اختصاص یافته سروشیشتی هادوخت نامیده می شود. در این هات دعای خوانده می شود که سروشیشتی سری شب می گویند و آن را شبانه به زبان می رانند. بعضی بندهای هات 59 با بندهای هات 17 و 26 موافقت می کند. هات 60 حامل دعای تندرستی بوده در جریان تلاوت آن به خاندان پاکدینان و پارسایان درود فرستاده می شود. در هات 61 سخن درباره تأثیر 3 دعای معروف یسا اهو و ایریو، اشیم وحو و ینگها حاتام و ضدیت و مقاومت آن مقابل همه آزار دهندگان و بدکاران می رود.
در خاط 62 فرشته آتش آذر ترنم کرده شده است. خاطهای 63 69 آبی زور نامیده شده درباره تقدیسی آب است. در بخش از آن اریدویسور اناهیتا فرشته آب ستایش گردیده است. خاطهای 70 72 به ستایش امشاسپندان، آفرینش نیکی اهورامزدا و گروه از ایزیدانی دیگر بخشیده شده با آن مراسم دینی به پایان می رسد. همه 5 کتاب اوستا با سخنان زیرین ختم می شوند. راه یکی است و آن راهی راستی است. همه دیگر راه ها بیراه است. در مراسم دینی پیروان دینی مزد یسنا سرودهای یسنا را 2 موبت با هم تلاوت می کنند. نام آنها ذات و راسپی می باشد. تا عصرهای میانه باشد مراسم ستایش و یسناخوانی و اجرای رسم و عنعنه‌های آن را 7 نفر موبت انجام می دادند. یشتها یکی از عمده‌ترین، جالبترین و پرمحتواترین آثار و بازمانده خطی در مورد تحقیق و مطالعه نه تنها دین زردشت بلکه دین‌های کهن آریایی پیش از او می باشند. کلمه یشت مثل کلمه یسنا از ریشه یز پدید آمده مراسم ستایش و پرستش است. عادتاً چنین نماز و سجده با نذر و قربانی انجام می گیرد. یشتها از 21 نسک یا کتاب عبارت است. هر یکی از آنها به یزیدان مختلف که فرشتگان موکل روزهای گوناگون ماه هستند بخشیده شده‌اند. در زمانهای قدیم ظاهراً شماره چنین فرشتگان و یشتهای آنها مثل شماره روزهای ماه 30 تا بوده است، ولی در فراگردهای تاریخ بخشی از آنها گم شده، آن یشتهای هم که تا زمان ما رسیدند پره نمی باشند. تفاوت یشتها از یسنا عبارت از آن است که در آنها فقط یک ایزید یا فرشته ستوده شدند. یشتهایی که تا به امروز رسیدند به ایزیدان یا فرشتگان زیرین بخشیده شدند. یکم هرمزد، دوم هفتم شاسپند، سیوم اردوبهشت، چهارم خرداد، پنجم آبان، ششم خورشید، هفتم ماه، هشتم تیر، نهم گوش، درواسب، دهم مهر، یازدهم سروشن، دوازدهم رفشن، سیزدهم فروردین، چهاردهم بهرام، پانزدهم رام، شانزدهم دین دیینه، هفدهم ارد، هجدهم اشداد، نوزدهم زامیات، بیستم هم، 21 ونند. در هر یشت به استثنای چند از آنها بزرگداشت و ترنم همان ایزید یا فرشته به وجود آمده است که یشت به نام اوست. با وجود آنکه حالا اکثر یشتها ترکیب شعری خود را از دست دادند، هنوز کلامشان موزون به طرز شاعرانه و با تخیلات و عاطفه شاعرانه سروده شدند. ولی آنها در ابتدا مثل گاتها و بخشهای دیگری کهن اوستا به بیت و قطعه ها تقسیم شده، شماره هجاهای آنان 8، 10 و 12 بوده است. در زمانهای بعدی که با آنها کار کرده تغییر و تبدیل داده اند،
ترکیب شعری خود را گم کردند. ولی بعضی اوستاشناسان باوری دارند که نزاکت شعری آنها را از نو برقرار کردن ممکن است. امروز یشت‌ها مجموعه متن‌هایی هستند که در آنها ترنم و بزرگداشتی ایزیدان و فرشتگان صورت گرفته است. در متن‌های اوستایی نه تنها اهورامزدا و ایزیدان جداگانه مثل مهر، اریدویسور، اناهیتا که در آیین زردشتی مقام بلند و محترم دارند، با ستایش و نظر و نیاز پرستیده می شدند، بلکه هر چیزی که به خلقت خوب و پدیده های آن وابستگی داشت و هر پدیده‌ای که به رشد و باروری و انکشاف و تکمیل زندگی مساعدت و کمک می کرده است، همچنین مورد ستایش قرار می گرفته است. از جمله خورشید، ماه، ستاره تیشتریه که باران می آورد، آب که زندگی می بخشد، خاک و نباتاتی که عامل بارآوری و حیات هستند، به خصوص بوته هومه که از فشرده آن نوشابه جاودانی گرفته می شود، آتش مقدس که در یشت‌ها پسر اهورامزدا خوانده شده است، گاو که سرچشمه غذای انسان است، همه مورد ستایش و پرستش بودند. همان طوری که اهورامزدا مورد ترنم و احترام قرار می گرفت، امشاسپندان یاوران او در اداره امور جهان همچون انعکاس صفتهای خداوند بزرگ ستایش می شدند. از جمله بهمن انعکاس اندیشه، گفتار و کردار نیک اهورامزدا، ارد بهشت حقیقت و راستی و درستی، شهریور جلوگاه شهریاری و نیروی و توانی آفریدگار، سروش نمونه نظم و ترتیب و خاکساری و طاعت خداوندی و غیره مورد پرستش و احترام بودند. چند بندی اولی زامیادیشت به ترنم کوه‌ها بخشیده شده، قسمت اساسی آن به ترنم و تقدیس خورنه، فر یا نور و تجلای خداوندی اختصاص یافته است. هر فردی جهان باید با اندیشه، گفتار و کردار پسندیده خود برای دریافت آن و کامیابی در زندگی جد و جهد نماید. روزها، فصلها و دوره‌های گوناگون سال مورد پرستش بودند. نام 21 ایزیدی که در یشت‌های متذکره ستایش و ترنم می شوند، نام روزهای ماه را تشکیل می دهند. در اوستا برای سروش فرشته طاعت و بردباری که نخستین سراینده گاتهای زردشت خوانده شده است، 2 سرود موجود بوده، یکی مختصر در یشت 11 و دیگری مفصل تر در هات 57 یسنا مندرج است. زردشت، پیامبری آیین راستین. یشت 20 به فرشته هوم بخشیده شده است. یشت‌های بزرگ با دعاهای یک رنگ مذهبی شروع شده، با آنها خاتمه می‌یابند و به چند بخش که اکثراً کرده میگویند تقسیم می‌شوند. در آغاز و انجام هر بخش یا کرده نیست همین دعاها تکرار می‌یابند. یشت‌هایی که به مهر، ویو، زمین، فرا و شی بخشیده شدند از جمله قدیمترین یشت‌ها بوده. سرود و نیایش‌های آنها متعلق به زمانهای قدیم است. در این یشت‌ها مطلب‌های گوناگون، دعاهای قدیمی که وابسته به نظر و نیاز و قربانی و فدیه است، روایت و اسطوره‌های باستانی ذکر شدند. اگر پیش از زردشت بسیاری از آنها خدایان بزرگ و مستقل بودند و دینی مزدیسنا
آنها کاملا در خدمت اهورامزدا خداوندی واحد و بزرگ و توانا قرار گرفته به صورت ایزیدانی در آمده اند که نگاهبان و موکل اشیا، عناصر و پدیده های الهیده می باشند. این ایزیدان به آن سبب اعتبار و نفوذ فراوان دارند که خود اهورامزدا آنها را مورد ستایش و احترام قرار می دهد، برای آنها نیاز و قربانی به وجود می آورد. یکی از خصوصیت‌های مهم آریاییان پاسداری زمان گذشته به خصوص روح و ارواح گذشتگان بوده است. یشت 13 مخصوص فروهری محافظ پرهیزکاران بوده، در آن دعاهای جمع آوری شده است که در مورد وفات آدمان و مراسم‌های بعدی خوانده می شود. مضمون یشت‌ها را به دو گروه تقسیم کردن ممکن است: تعریف و توصیف ایزیدان و فرشتگان، تصویرهای زیبای طبیعت، دلپسندی‌های گوناگون و شرح داستانی حماسه ها، دلاوری ها، پهلوانی ها، نبردها و جنگ ها. تصویر ناتکرار طبیعت به آن می رساند که آریایی ها طبیعت وطن خود به خصوص ایریان و ایجه را نهایت دوست و گرامی می داشتند. توصیف ها دارای لطافت بیان، ظرافت زبان و تصویر زیبایی شاعرانه است که هر خواننده را در زیر تأثیر عمیق می‌گذارند. تصویرهایی که در آبان یشت 5 از ایزید اریدویسور اناهیتا به وجود آمده است، با نهایت ظرافت طبع و بیان شیرین صورت گرفته ابراز ایزید بانوی زیبا را در پیش چشم جلوگر می سازد که پایدار کننده راستی و فزاینده زندگی انسان می باشد. در هر یشت اکثرا شاهان، بزرگان، پهلوانان به درگاه این ایزیدان مراجعت کرده مراسم ستایش را با نیاز و قربانی انجام می دهند و از آنها عملی گردیدنی درخواست و آرزوهای خود را ابراز می دارند. مضمون و محتوای این درخواست و طلبات امروز به ما صورت و سیرتی آدمان و چگونگی ساخت اجتماعی، افکار و اندیشه های مردم آن دوره را روشن می سازد. اکثری درخواست و آرزوهای آنان تبلیغ راستی و درستی، غلبه بالای دشمن، فتح کشورها و سرزمینها، به دست آوردن چاروا و چراگاهها، رام کردن قوم و قبیله های آشوبگر، آبادی سرزمینها، پدید آوردن آرامی و آسایش، آرزوی داشتن فرزندانی پهلوان، لایق، جنگاور، خوشزبان و خوشسخن، بهره‌مند گردیدن از تمام خوشی‌های زندگی، از جمله زیبایی تن و سیرت عالی انسانی، داشتن اسب‌های زیبای تیزدو، شوکت و حشمت، ثروت و غیره عبارت بود. بنا به مضمون و مندرجات یشت‌ها، نیاکان ما آزادی خود را بالاترین نعمت دانسته از زیبایی و دانش و هنر در سطح بلند قدردانی می کردند. در یشت 10 ستایش مهر، یکی از خدایان باستانی آریایی ها و کهن‌ترین مراسم ستایش او تصویر شده است. در یشت 13 طرز و اصول ستایش فروش و ارواح نیاکان آمده است. در یشت 14 در برابر روایت های کنایه آمیز و جلوه های ایزید بهرام، اشاره های بسیار جالب درباره نجوم و ستاره شناسی قوم های کهن آریایی نقل شده است.
در یشت‌های کهن دو سلسله پادشاهانی پیشدادی و کیانی معرفی گردیده درباره هر یکی از نمایندگان آن معلومات معینی پیدا می کنیم. در اینجا باید ذکر کرد که بعضی یشت‌ها به نام یک ایزید یا فرشته منصوب گردیده در متن‌های آن ایزیدی دیگر ستایش و ترنم می شود. یشت‌های اشتاد، زامیات، رام، دین از جمله چنین یشت‌ها است که در صحیفه‌های آنها نه تنها ایزیدان دیگر موردی پرستش قرار گرفتند، بلکه آنها مضمون و موضوعهای گوناگون را موردی بررسی قرار دادند. در یشت‌های خورشید، ماه، اریدویسوره، اناهیتا، تیر، گوش، مهر، رام و غیره شکر نعمت به جای آورده شده از خداوند برای فروغ‌های گوناگون، آب‌ها، رستنی‌ها و چارپایان سپاسگزاری، حتی از تماشای منظره‌های دلکش و زیبای طبیعی که چشم انسان از آن حلاوت می‌برد قدردانی شده و به آنها درود فرستاده شده است. هر چیزی که زیبای و نیکو بوده برای انسان خوشایند است مقدس شماریده می شود. در بندهای 21-22 سروش یشت مایه خوشنودی انسان ستوده شده، از آن جمله به هر انسان عدل، دلیری، ناترسی، عشق، زور، پیروزی، سخاوت، شکوه، دین، علم، دانش، درستی، پاکی، تندرستی، بردباری، فرمانبرداری، سخنی راست که سنتی نیاکان ما بوده است تمنا گردیده است. گناهی که در دین مزد یسنا نابخشیدنی است دروغ می باشد. در مهر یشت بهترین پاداش برای راستگو و شدیدترین جزا برای دروغگو معین شده است. موافق آن ایزید مهر دروغگو و عهدشکن را به داغ فرزندانش می نشاند، خانه‌اش را ویران می کند، خیر و برکت از خانمانش می بردارد، از خوشی‌های زندگی محروم می نماید. در یشت رشنو سخن از عدل و انصاف رفته است. در فروردین یشت سخن پیرامونی سخاوت و بخشایش است. فروهرهای گذشتگان که در آخر هر سال هنگام جشن فروردین نوروز از آسمانها برای دیدن و راهنمایی بازماندگان خود به زمین فرود می آیند، به خصوص امیدوارند که بازماندگان آنان در راه راستی و خداوند متحد شوند تا آنان خوشنود و خرم باز به آسمانها عروج نموده از بارگاه اهورامزدا بقای و خوشی و وسعت رزق و روزی بازماندگان را درخواست می نمایند. به طور عموم یشت‌ها یکی از قسمت‌های زیباترین، دلپذیرترین و گواراترین اویستاست. در آن سرچشمه‌های زندگی جوش زده از نعمت‌های آن شکرگزاری می شود. شما گفتار دهم را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.